در شهر مسکو نفر دوم حمله کرده به دو کارمند پلیس در ایستگاه مترو تولسکایا در مرکز پایتخت روسیه را هم دستگیر کردند. هر دو حمله‌گر زادگان تاجیکستان بودند. سعید اکرم امرویف 22 ساله و عمر رسول جانزاده که همگی 18 سال دارد دلیل با کارمندان پلیس دست به گریبان شدن آنها نوروشن باقی میماند. کمیته تفتیشات روسیه ویدیو لحظه های بازجویی آنها را نشر کرد. در رابطه با این حادثه با اتهام زوراوری نسبت به نمایندگان دولت هنگام اجرای وظیفهشان پرونده جنایتی گشودند. با دو جوان تاجیک دستگیر شده بر اساس ماده 318 کودکس جنایتی روسیه تا 5 سال زندان و سپس دپورتاسیا تهدید میکند. بنا به خبرها شام 7 فوریه کارمندان پلیس در ایستگاه تولسکایا سعید اکرم همرویف سال تولدش 2000 را برای تفتیش حجت‌هایش منع کرده او را به حجره پلیس بردنی شدند، ولی آن مرد به دلیل هنوز نامعلوم با کارمندان پلیس دست به گریبان شد و او را به زمین خوابانده دستانش را به پشت تاب دادند. در همین لحظه طور در ثبت دیده می شود یک دوست مهاجر دستگیر شده با کمک او شتافت با هر دو پایش با شست یکی از کارمندان پلیس را زده از پای می افتاند و زنوزنی سر می شود. این نفر دوم بنا به خبرها عمر رسول جانزاده سال تولدش 2003 بوده است. در نهایت رسول جانزاده از جای حادثه فرار کرد ولی همراهش را دستگیر کردند. در یک هفته آخر این الکی سومین خبر حمله مهاجران و کارمندان پلیس تنها در شهر مسکو است. در دو حالت زادگان تاجیکستان را عیبدار میکنند. لحظه حمله به کارمندان پلیس را ویدیو کامراهای نظارتی نصب شده در ایستگاه مترو تولسکایا از چند زاویه گوناگون ثبت کردند. قبلا رسانه‌های روسیه با تکیه به منابعشان در مقامات حفظ حقوق از بازداشت یک جوان 23 ساله زاده تاجیکستان با اتهام حمله به دو کارمند پلیس در جنوب شهر مسکو خبر دادند. این حادثه شام 15 فوریه روی داده است. یکی از گمانبر شوندگان غالبا زاده تاجیکستان هنگام بازداشتش در کوچه میدینسکایا با کارت به کارمندان پلیس حمله کرده است. 2 نفر جراحت برداشتند. خبر داده است منبع خبرگزاری تاس. همچنین کانال مش روز 11 فوریه خبر داد که 2 کارمند پلیس در مسکو از جانب مهاجران لطخ شدند. بنا به اطلاع نشریه حادثه در ناحیه تسریتینا در جنوب پایتخت روسیه روی داده است. بنا به اطلاع کانال مش برای کارمندان آسیب دیده پلیس یوری تاجیلی را دعوت کردند و هر دو را با جراحت‌های از قسمت سر برداشتهشان بستری کردند. معمولا مهاجران از سر به سر شدن با کارمندان پلیس روسیه حدالامکان حذر میکنند. در اکثر حالت‌ها مهاجران در روسیه در صورت خیر به جان رسیدنشان به سر پلیس مشت میبردارند یا به ضربه‌های آنها جواب میدهند.